امروز رئیس کمیته کاربازانان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ایدیگولی تغای سابقه‌دار مهنت عدالت جورابایو با زنان و مادران جماعت دهات سه‌شنبه ملاقات دایر نمودند. مقصد از این همایش پیشگیری پدیده‌های نامطلوب، جداشوی عائله‌ها، مناسبت کلین و خوشنامان، خودکشی و خودسازی در جامعه به شمار می‌رود. همزمان ایدیگولی تغای رئیس کمیته کاربازانان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار داشت که باید ما زنان و مادران فرزندان خود را برای وطندوستی، کارهای آبادانی سازندگی جلب نماییم و توانسته باشیم در جامعه پیش روی جداشوی عائله ها را بگیریم. برای چی ما اینقدر کوشش ها کردیم، اینقدر جانبازی ها کردیم و ما از خدای تعالی شکر میکنم که الحمدلله همه ما مسلمان هستیم. شکر میکنم که برای ملت تاجیک پیشوا روان کرد. ما پیشوا داشتیم و توانست که همه خلق تاجیکستان را سرجم کرد. از چی باشد که امروز هم ما میشنویم بعد اونی که تنجی و آرامی به دست آوردیم ما قانون‌های زیاده حتی برای پیشگیری برای مقام زن در جامعه بسیار کوشش کردم. از روز استقلالیت به دست آوردن خود سرور دولت برای احترام مادر به جا گذاشتن قانون‌ها، استراتژی و برنامه‌های زیاد قبول کرده شد. من میدونم هر یکی شما اینا میدونید برای که توسط وسایل اخباری اومد هر روز این شنونده میشود. ای دخترکای زیبا برای دستگیری به واسطه دخترکای نوحیه‌های دوردست کوتا را پیشنهاد کردند که اون نفری که خواهش بلندی خوندن دارد، تحصیل کردن دارد، مرحمت به مرکز بیاید و تحصیل کند. امروز حتی از اون کوتا دختران رئیسای نوحیه تاجیکو بود، رئیسای کارخانه ها، رئیسای شرکت ها کار کرده است. این اقدام سرور دولت است. پیشنهاد کردن قانونی مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند. هر یک پدر و مادر برای اون به دنیا میارد که به همون فرزندش افتخار کند. ولی از چه سبب باشد که امروز در شهر ترسونزاد میشنوی که الان خیلی حادثه ها شده است. ما کجا نگاه کرده ایستادیم؟ میبخشید همه ما الحمدلله مسلمان هستیم و نسبت آفریدگاری که بالای سر ما هست شک باید نبیاریم. ما زنها تنها مرد میکردگی ما زنها میتوانیم، نامرد میکردگی ما مردها را ما میتوانیم. برای همین اول زن و آخر زن و اون گوزن و مرد باشد. ما باید زیرک باشیم، ما باید دانا باشیم. قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند از ما زنها وابستگی کلان دارد. ما اگر که شوهر خودمون احترام شد به جا بیاریم خداوند خرسند می شود که همین دو نفری که من با هم آوردم یکدیگر را احترام میکنن، یکدیگر فهمی است با یک مهر و محبت زیاد، یعنی زندگی پیش بردن. این شکرگزاری نسبت خداوند است. و دوم این که وقتی که به دنیا میاری پدر وقتی که گپ میزند مادر بسیار زیدیت پیدا نکند آخر. پدرم همون فرزند همون پدر است آخر و هم دوست میدارد و هم میخواد که تربیه خوب داشته باشد. لیکن بعد بابا بیبی پدر وقتی که گپ میزند تو کمیته کار با زنان میگویند که معلمای عزیز من دیگه در این خانه‌دار نمیستم، کودکام میگیرم میروم. من میگم میبخشی تو اون دمی که خود تنها بودی همین فرزندای نازنین تا به دنیا نآوردی. ما از همین خانه‌دان در کلی شدی رفتی فرزندی همین خانه‌دان گرفتی صاحب فرزندو شدی. تنها فرزندی خودت نیست، پشتی نگیر بسیار. از فرصت موجوده استفاده نموده سابقه‌دار مهنت عدالت جورابایو قید نمود که جداشوی عائله ها سالهای اخیر رو به افزایش آورده است و این معما تمام مقامات دولتی را به تشویش می آورد. ما زنان و مادران و تربیتگری نسل ها باید آداب عائله‌داری و روزگارداری را به کلین و دخترهای خویش بیاموزانیم و آنها نیز در آینده برای پیشروی جامعه و دولت سهم خود را گذارند. سرور روی کار آمدن که مقصد و هدفشان بلند برداشتن آبروی ملت بود و از همه گونه جنگ و جنجال ها ایمن نگاه داشتنی دولت بود. هدف اساسی بود. همین شجاعتمندی، همین جسارتمندی، همین وفاداری به دولت و ملت. بار دیگر این سرور بسیار با تحمل و با تجربه و وفادار ما را هدایت نمودند که توانند همچون راهنمای ما برای ما راهی معینی را اون کس گشایند و در حقیقت می ارزد که پیشوای ملت ما
قهرمان تاجیکستان هستند و همین قهرمان تاجیکستان رو هم مادر تاجیک به دنیا آورد. البته راهی که طی کردیم در 25 سالی که طی کردیم، اول چنانکه که معلم گفتن خیلی راه دشوار، راه ناهموار بود. صدها جان قربان شد، صدها جویها پوری خون شد، صدها بیوه و صدها کودکای بی پرستار ماندند. اینقدر خانه ها آتش گرفتند. هر روز در دیدگان مادر تاجیک اشک، چشم نم بود. همین ها با همین سروری کاردان و شجاعتمندی ما پسی سر شد. امروز مادر تاجیک صاحب وطن گلگشکفانی خود است. امروز مادر تاجیک در لبانش خنده است. امروز تاجیک صاحب وطن آباد و ملک آزاد است. امروز تاجیک، مادر تاجیک، فرزند تاجیک از تاجیک بودن خودش افتخار. مقصد از دایر نمودن چنین ملاقات ها و جمع آمد ها به آن نگرانده شده است که باید هر یک نفر شکرانه صاحب استقلالی و صاحب دولتی را به جا آورده برای آبادی وطن خویش سهم ارزنده خود را گذارد. همچنین ذکر کرده شد که عائله اساس جامعه و دولت به شمار می رود. از این رو باید عائله های نمونوی در جامعه بیشتر گردد و فرزندان آنها به راه درست زندگی هدایت کرده شوند. نگفته نماند که چنین واخوری ها مین بعد نیز در دیگر جماعت های دهات شهری ترسونزاده با مقصد پیشگیری پدیده های نامطلوب و عمل های ناشایسته برگزار کرده می شود. صابر جان سعیدوف، سیفالدین ابراهیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.